با سلام، با مجموعه دکتر امنیت در خدمتتون هستیم. برای آموزش انتقال تصاویر از طریق فیبر نوری توی مسافت‌های بلند نیازه که سویچ هامون قابلیت SFP ساپورت که به صورت یه پورت SFP یا همون فیبر نوریه و از این طریق میتونیم کابل فیبر نوری رو وصل کنیم و بتونیم دیتا رو انتقال بدیم. برای اینکه این کارا رو انجام بدیم نیازه که یه تعداد اکسسوری و اقلام داشته باشیم که برای ارتباط پورت SFP ما نیازه که ماژول SFP داشته باشیم. همینطور این ماژولی که داریم میبینیم و خدمت شما عرض کنم یه ورودی داره و یه پورت اتصال که نحوه نصبش رو بهتون آموزش خواهیم داد. پچ کورد فیبر نوری یا همون پچ فیبر نوری، حالا متناسب با متراژ مورد نظر، و آداپتور سویچ یا همون PoE سویچی که داریم. نحوه اتصال ماژول به این صورته که شما ابتداً قسمت پلاستیک اولیه‌اش رو ور می‌دارین و این قسمت نگهدارنده حتما باید به سمت بالا باشه و به صورتی که این قسمت برد SMD که میبینین داخل این جانک قرار بگیره و کاملا مشخصه. این رو قرار میدیم و با یه فشار کوچیک میتونیم این رو هدایت کنیم و در نهایت پچ فیبر نوری رو اجازه بدیم من این رو همه پچ فیبرهای نوری یا پچ کوردهای نوری دو سر اتصال دارن. یک سر اتصال برای سویچ مورد نظر و اون قسمت ماژول SFP و یک سمت برای FAT فیبر نوری که برای اتصال قسمت ماژول فیبر نوری نیازه که ما قسمت خدمت شما پولومپای پچ فیبر رو باز کنیم و کافیه که به این صورت کاملا به صورت کانکتوری این رو داخل این مجموعه بذاریم و فشار بدیم موجود. برای اتصال کانکتور مربوط به سمت FAT مون هم نیازه که ما بسته پلاستیکی دور کانکتور رو جدا کنیم و پولومپای روی کانکتورهای پچ کورد رو ازش جدا کنیم و این رو ما انتهای گلند رو از پچ فیبر رو از انتهای گلند دور بدیم به این صورت و داخل گلند قرار بدیم و در نهایت گلندمون رو میکنیم. برای اتصال داخلی هم قسمت رویی FAT رو جدا میکنیم، پچ فیبر رو ازش عبور میدیم، یه پولومپ این قسمت از پولومپ رو برمیداریم و کانکتور رو داخل قسمتی که مشاهده میکنیم قرار بدیم. برای انتقال داده ها، دیتا و تصاویر توی مسافت‌های بلند ما از بستر فیبر نوری استفاده میکنیم که همونطور که میبینین این یه FAT 48 کانال است که ما یه کور ورودیمون رو با رنگ توسی مشخص کردیم و این کور با رنگ سفیدی که داریم ملاحظه میکنیم به یه اسپلیتر 1:8 اضافه شده و در انتها ما تو این پروژه از 5 تا از پیکتل ها استفاده کردیم و 3 تامون فعلا جای خالی برای بخش‌های داخلی و جوش‌های فیوژنی که داخل بستر ایجاد میشه و نحوه چیدمان رو داریم ملاحظه میکنیم. این بستر امکان این رو که شما داده ها رو با پهنای باند بالا، سرعت بالا و همینطور بدون قطعی و بدون باگ و لگ
بتونین انجام بدین رو قابل استفاده است و توصیه میکنم توی پروژهاتون ازش استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.